و هر که از یاد من روی بگرداند زندگی سخت و طاقت فرسایی نصیبش خواهد شد و در روز قیامت که همه جا مملو از حقیقت است او را نابینا محشور خواهیم کرد. چون این شخصی گوید پروردگارا چرا مرا نابینا محشور کردی در حالی که در دنیا بینا بودم؟ خدا گوید همانطور که آیات و حقایق ما در دنیا به تو رسید و تو آنها را فراموش کردی و به هیچ انگاشتی، امروز نیز تو فراموش می‌شوی. این چنین جزای کسی که اسراف کند و آیات پروردگارش را باور نکند خواهیم داد. بدانید که عذاب آخرت شدیدتر و ماندگارتر است. آیا این همه انسان‌هایی که قبل از اینان نابود کردیم و اکنون اینان در خانه‌های آنها